یه دونه چی بهش میگن، میرن این تخم مرغا رو میریزن توی لیوان، یه دونه میخورن، به همونطور یکیمون وای بخوره. شروین وای 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 یکیمون بخوره. خفه شو وای. یه زنه میخوام یه خب قلوب. ببین من برای پارسا دوستان توضیح دادم، برای شما هم توضیح میدم. اینجا رو قاعدتا نمیذارم تو ریکورد چون تو دیسکورد اینا بودم. به پارسا دو تا آپشن دادم، یکی اینکه روبرو هم بازی بکنیم، یکی اینکه با هم بازی بکنیم. روبرو هم بازی کنیم، اونی که میبازه 100% چی میشه؟ مجازات میشه. آفرین، ببین بچه‌ها خیلی خوب جواب میدن. مجازات میشه. مجازات چیه؟ این تخم مرغ خامو باید بشکنیم، بریزیم تو لیوان، یه قلق بریم بالا. همین. خب همین که شروین بله. میگم همه جا رو که نمیذاری، بعضی جا رو کات میکنی ها، چون زیاد قرار نیست فقط راش. آره. بعد یه چیزی یه تی دی ام حداقل میزدی مچ اول سر صبح، ما رو بعدش چی آوردی من نمیدونم چی به کیه چی به چیه. الان اینجا چی بگم داره اینجا اول میخواستم من اون اولیه میگم دیدم میخوام 40 اون نفر خریده، گفتم الان میریم روژوکه سمت راستش حداقل بعد راش بدیم به اسکول، میدونی؟ میری بالا. اینجا خلوت دی، فقط از اون ور نخوری، سری بی پایین. غلط کردم من بزنم. یه شاتگان مزاره شاتگان تیرشو بر نداشتی باهوش. ریوایو داریم؟ ریوایو چون میترسیدم بزنه، فقط اومدم پایین. ریوایو داریم. ریوایو نداریم که. چرا بعد ریوایو داریم که، چون ولی داریم. ایول. اونجوری نیست که بمیریم ریوایو شیم، باید یکیمون زنده مونه به ریکال بده. ریوایو هم ریکال. بابا زنده چرا آقا شری همه رو برای جمع میکنه، واسه من یه ریلود بکنم. خط بزن برم. بسم الله الرحمن الرحیم. مچا صدا پا اینجاست Watch out! ماشین اومد. گو خودم فکرم فهمیدم بدبخت. بیا بالا شبی بیا بالا وای لند کرده بالا سرت. بابا چند نفر به یه نفر عوضی گفت خودم من نمیخوام تاپ تیری شم، من نمیخوام تاپ تیری. بنداش. بابا بسه باز لند کرد، باز پایینی هم یه داشت. مدکیتو بنداز. مگه میشه؟ مدکیتو بنداز خود. Thank you. وای منو بگیر. وای خفه شو. اینجا از بوت بعدش خرابتره. شیرین سکو ناک ندی شیرین. یا نکیسه ناک راست میگه. الان چجوری ناک دادی؟ خب ناک ندادی. بله پرید پایین پشمو. یارش الان از در میاد. خیلی دمت گرم داداش، فقط برو بالا. لند کرد دوباره. بابا اومدیم لند کرد. بابا مگه میشه؟ دو تا لند کرد. تا الان لند نکرده بودن. حاجی جدی ما داریم اینجا زحمت میکشیم. از پنجرت نپره دوباره. بابا خب من ریدم تو این شانس. چرا؟ الان بپرم. خشابو جا بزنم. الان نشون شد. چرا تموم نمیشن؟ سوال من اینه چند تا ریکالی مگه؟ نمیدونم. با یکی هم از پایین داره میاد. پورتو یکی داره از پایین میاد. پورتو دو تا از پایین دارم میاد. بیا بالا بیا. پاینیر زدم. موتور اومد. بابا چرا اینجا اینجوریه؟ شیدی خدا لعنتت کنه. شیدی وای شیدی وای. نمیتونستی 2 دقیقه نگی. بابا چرا اینقدر نمیاد؟ بابا با دو چرخه هم دارم بیاد اینجا. بسه مگه داریم همچین حالا این چیزی؟ همه خوب. با زنده چرا آقا شری همه رو برای جمع میکنه واسه من.
با شروین اینو نگاه این بیسابو نگاه. ای خدا، ای همین چاقو تو مغزت بره، همین چاقو. بابا استراتژیمون اونجا خوب بود، فقط یه مشکلی بود. یه مثلا آقا ما یه انمی می‌خواستم برم بالا نیت کنم، یهو یه موتور میومد. خب نمیشد اینجوری که هی میان تموم هم نمیشه بود. طرف با دو چرخه اومد اینجوری. چیزی نیست. اومد تو ما گام. چیزی نیست. وای پرسو قلبم. وای شورتم همه جام. وای آب تو شورت شدم پرسو. وای آب تو شورت شدم. چه منم به خدا پرسو ایشالله زئوس بزنه. پداپا داری؟ دقیقا من خونه جلو، همون خونه ای که داری. آره اونا اونجا شاتگان داری میزنی. با اونم شاتگان. حاجی من دلولم. گان داری؟ دلول. خنده نکن. که آقای دلول روبروم. با یه حرف خود مطمئنید؟ وای 100% صدا تیزه. من نمیرم. من مثل اینکه سولو اسکواد بازی کردم. آره بابا پرسوی آره من ردزون. وای حاجی کلا پابجی. وای حاجی کمک. شیوینو دارن گاز میگیرن. وای بابا این چرا شاتگان بود؟ ایرانی بود. مشروع چی اینجوری داره روش میده؟ خودی زدید. داداش میگم بیا بریم لوتش کنیم. شما چی نظرت؟ دیدمشون. چپ راست. تو چپ و راست. چپ و بعد داشته باشی. چپ و راست. اومد تو خونه. رفت تقابل الان میزنم من. رفت بالا. تیر سبز داری یکم بدید خدا. ببین تو بعد چپ رو بگیرم و راست رو بگیرم اینجوری. بعد چپ و راستی میزنن نابودمون میکنن. 10 تا تیر سبز. نه دیگه نباید بخوری دیگه. بخوری پاره میکنی. بابا برو اون بر باشه. اونور نگاه کن. جرئت ندارم داش. وای اسموک کرد. نه تیر دارم نه هیل دارم. صدای تیر. بابا همه من پرت کردم. وای تو بگه سری مرض تو داری با قلب من بازی میکنی. وای شیوین اومدن. شیوین وای اومد. شیوین جلو من اومد. چقدر زیادن. از چپت اومدن. چپو داشته باش. شیوین. دارم. باورم نمیشه تیرم شیرج نشد. ببین هیچی نگید. هیچی یعنی اصلا در مورد کاری که میخوام بکنم هیچی نگید. همه ساکت باشن. نگاه این لیوانه. خب اینم تخممونه. تخم میشکنی. البته شما که نمیبینید. من اینطوری جلوی لیوان. وای این مثل این که آخرین ویدیوی چنلم قراره باشه. آره اینو می‌بینید. این انو من میرم توی همون بزن. تو همون بخورم. آره دیگه ها مزه‌تون همون جای خوبیه. یعنی نمیدونم میریم توش دیگه بریم ببینیم. آقا یه دنیا سلام. من اینو کم بگیرم عقب‌تر. حاجی گوه میده. من همیشه فکر میکنم این الان جوجه میشه. دیگه بریم بخوریم دیگه. مجبوریم بخوریم. جلوم یه آلبوم پر از بچگیم و کپ زرزره، شلوغ ولی آروم تو عکس، دور از قانون دور از ترس، پر فکرای بزرگ دنیای کوچیکم و چشمای درشت. بیا و احساسم کنم قبل اینکه بشناسیم.
مزه. خب ببین بذار من اینطوری بگیرم خودمو، بذار من بشینم الان نمیتونم. برو ببین مزه گوه میداد. خب گوه یعنی یه گوه سفیدو تو اینطوری بخوری دردش کم وای خیلی بود. زردش بابا سفیدش اینطوری هیچ مزه ای نداشت، زردش مزه میداد، مزه وای. لایک نکنی واقعا خیلی آدم بدی هستی. سابسکرایب هم که خود کردی، من نمیدونم هر کاری میخوای اصلا آن سابسکرایب کن. من خدافظ.